شما دارین چی کار میکنین؟ نتایج کنکور اومده، تو نمیخوای ببینی چی کار کردی؟ نمیدونم، الان که برقا رفته شارژ گوشیم هم تموم شده بود زدمش پاور بانک. مامان اون تلفن رو قطع کن، بذار ببینم اینجا چه خبره. خب یه باتری اضافه برای گوشیت بخر که اینجور مواقع باتریشو عوض کنی دیگه. اینم من بعدت بگم. باش. چرا پیدا نمیشه؟ این چیزی گم کرده؟ داره دنبال اسمش میگرده بیچاره. یه چهاردوری تا حالا نگاه کرده، مثل اینکه اسمش نیست. آها. اومد. ایول قبول شدم. فردا باید برم دانشگاه برای کارای ثبت نام. فردا که پنجشنبه است، دانشگاه تعطیل نیست؟ چرا باید تعطیل باشه؟ نکنه شما پنجشنبه هم تعطیلین؟ آره خب. آخه یه وقت سختتون نشه. چرا پیدا نمیشه؟ میگم این یه ذره زیادی استرس نداره؟ بابا این بیچاره 3 ساله قراره به عنوان جایزه قبولی کنکور اجازه بدن سیبیلاشو بزنه. الان استرس 2 تا چیزو با هم داره.